کورس‌های مبل‌سازی پارک تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов شاگردان زیاد را جمع آورده است. کورس مذکور امروز یکی از معمول‌ترین در دانشگاه به حساب می‌رود. در این کارگاه استادهای هنرمند به دانشجویان و دیگر خواهشمندان طرز کارکرد و ساختن محصولات‌های گوناگون چوبی را به مانند میز، کرسی، جیوان و غیره را می‌آموزانند. اکثر استادان این کارگاه ختم کردگان این کورس‌ها می‌باشند که امروز فعالیت خود را ادامه داده ایستادند. بعد از ختم کورس مبل‌سازی ما فعالیت کردیم. همچون استاد به همین شاگردان و کارهای مبل‌سازی آموزان داشتیم. در آینده نقشه ها داریم که شاگردای بسیار تعلیم داده کورس‌های مبل‌سازی را آموزانیم. ما همین روزه با همراه همین بچه‌ها با ученик‌ها از نمودهای میز، شکاف به اتمام رساندیم. برای فعالیت پرثمر و کارکرد محصولات‌های باصفت یکچند تجهیزات‌های نو و زمانوی دسترس کرده شده است. باید قید نمود که تجهیزات‌ها در دایره عملی گردیدن لایحه از طرف تشکیلات بین‌المللی رشد اقتصادیات سازمان ملل متحد با مبلغ زیاده از 100,000 سومانی خریداری کرده شده است. رحیم جان نظرов معاون دیرکتور پارک تکنولوژی خریداری تجهیزات‌های زمانوی را مهم و ضرور شمارید. نامبرده قید نمود که این تجهیزات‌ها کار استادها را آسان و باصفت می‌گرداند. برای سیخ مبل‌سازی پارک تکنولوژی یکچند نمودهای دستگاه‌ها خریداری شد. از جمله دستگاه فریزری با اداره‌کنی رقمی و برنامه‌ای که این یکی از دستگاه‌های زمانوی، دستگاه‌های معاصر به حساب می‌رود که با استفاده از این دستگاه در سیخ مبل‌سازی یعنی پارک تکنولوژی همه گونه کارهای آرایشی، همه گونه کارهای کنده‌کاری هم در یعنی محصولات مبلی هم در محصولاتی که از چوب ساخته تیار کرده می شود برای اجرای همین کارها این دستگاه یعنی پیش بینی شده است. و دیگر دستگاهی که از جانب تشکیلات ذکر گردیده برای پارک تکنولوژی خریداری شد، این دستگاه برای یعنی چسبانیدن کرومکایی همون دیتال‌های الهیدی محصولات مبلی به حساب می‌رود. در دایره بازدید از لایحه سازمان ملل متحد در ولایت صلح یک گروه مهمانان نماینده دائمی برنامه‌های رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان پرتیپخا میخته، هماهنگساز برنامه مبین رستمov، کنسول گنرالی فدراسیون روسیه در شهر خوجند اندری وارلامov و دیگر مهمانان و پارک تکنولوژی دانشگاه تشریف آوردند. مهمانان مخصوصاً از این کورس‌های مبل‌سازی دیدن نموده و کار شاگردان بهای بلند دادند. Значит, вот сейчас мы посетили цех по производству мебели. حالا ما از کارگاه استحصال مبل دیدن نمودیم. همین طور بسیار مبل‌های دانشگاه از طرف دانشجویان ساخته شده است. دانشجویان بغیر از تحصیل در اینجا هنر می‌آموزند. برنامه زیرین از سال 2014 این جانب از طرف فدراسیون روسیه مبلغ گذاری کرده می شود. این نشان دهنده مناسبت‌های دوستانه بین دولت‌های ما می باشد. من خیلی قناعتمند و خرسند هستم. Даже можно сказать восхищен. باعث ذکر است که این کورس‌های کوتاه مدتی مبل‌سازی در دایره 100 ساعت آموزانده می شود. دوام 2 ماه آخر این کورس را 27 نفر ختم نموده صاحب سرتیفیکات گشتند. موزنه میرزایeva، طاهر کریمجانov، فروغ.